عزیز کامران رحیموف، تشکر. شما در پخش زنده برنامه صدای مردم هستی و شما را در برنامه خوش آمدید میگوییم و بدون یگان مقدمه، یعنی که شما همچون یک چهره نو برای مردم خواستیم که اطراف همون حادثه که یا همون اتم بمبی که شما در بالای سر رژیم رحمانوف زده خواستیم که یک صحبت داشته باشیم. خب دوستی عزیز، سوال اول این است که شما برای چی این همی راه انتخاب کرده؟ زنده باشی برادر گرامی. راستی سوال اولین که ما با چه خاطر مبارز شدیم، البته این قبول کردن ظلم بود که ما ظلمی که بالای ما و بالای مردم از طرف حکومت که کرد، اولین قبول نکردن ظلم بود و شرایطی که امروز مردم داشت، یعنی که مردمی که داره و ما خودمون داشتیم در شرایطی که بودیم، میخواستیم در بهترین مکتب ها، بهترین دانشگاه ها تحصیل علم کنیم، اما نشد. اون شرایط نبود که ما تحصیل خوب کنیم و مجبور شدیم، یعنی مهاجر شدیم و بر مهاجرت که اومدیم و مثل خود میلیون ها نفر دیدیم که در شرایط خیلی هم پس زندگی میکنن و به این خاطر مجبور شدیم و این شما را مجبور کرد تا ما یک مبارز باشیم. یعنی که ظلم و ناعدالتی هایی که به چشم خود دیدی. میگذاریم برادر عزیز به سوال دوم. چگونه حکومت با شما تماس گرفت؟ خب سلامت باشه برادر عزیز. راستی در مسئله که حکومت با ما چگونه تماس گرفتنشون، سالهایی که قبل زیاده از 1.5 سال قبل حکومت خواست وقتی ما را شنو که ما در این حرکت فعال هستیم و کوشش کرد ما را بر بگردد و یک کمی فشارها بالای خانواده شد و ما کمی چگونه که فعال بودیم در شبکه زیلو، در فیسبوک و کمی فعالیت خود قطع کردیم و حکومت هم بالای پدر و مادر فشار کمتر آورد و وقتی که به همه ما معلوم است که مربی عبدالله جان سفر با نام مربی و وطن برگشت، یعنی نمیدونم در فریب حکومت افتاد و با تاریخ اون با من تماس گرفتن تا مرا قانع کنن و ما به وطن بر بگردم. یعنی با تاریخ مربی خواستن با ما تماس بگیرن و ما را قانع کنن به وطن بر بگردم. خب یعنی که پیش از این که مربیش مثلا که رقمای شما رو بتن با کارمندای وزارت داخله، یعنی قبلا خطه میشناختن همچون یک مبارز، یا که همین مربی معرفیت کرد به اونو که این خیلی آدم هسته؟ نه، پیشتر هم میشناختن و ما هم دلم داشتیم و با خاطری که ما یک فعال هم نبودیم، چهره آشکار نبودیم، اما به هر حال دله برای ما شدگی بدن و ما را میشناخت حکومت تاجیکستان. اما مستقیما رابطه نداشتن؟ نه. فهمم. بعد از رفتن مربی رابطه ها یعنی که الکی شروع شد. خیلی خوب. میگذاریم سوال دیگر ده که آیا بعد از این حادثه، بعد از اون که نواروشون نشر کردی، خب با شما تماس گرفتن یا عموما ریاکسیاشو چی بود بعد از همین ویدیو؟ خب راستی در این مسئله ما وقتی که با نفرایی که تماس گرفته بودن پیش از نوار پخش کردن صحبت های داشتن و هر گونه وعده ها میکردن و بعد از نوار پخش کردن ما را بر روی خط سیاه خود پرتافتن تا ما نه اینکه ما با اونها تماس گرفتن نتونم و پیغامی که داشتن با طریق دیگر نفر به ما رسوندن. یعنی که خیلی هم یک در بین اونها این نوار یک غوغای برداشت. شاید هم ایرا به ما نرسوندن، اما یک نفر از اون درون خودشون رسوند که خیلی هم غوغا شده است در این نوار
وقتی آمدنی نبودی پس چرا این حکومت چهرهش آشکار کردی همه را به آبرو ساختی؟ و این سخنها بود برای ما رسید. خیلی خوب، میگذاریم در سوال دیگر که بعد از این نوار یکم فشار دیگر آوردن با خانواده یا اینکه با خودتون؟ بله، با ما اصلا با خود بنده حکومت نه SMS نویساند، نه یگان زنگ زد. تنها با طریق پدر و مادر، با طریق دیگر نفرها همون پیغام خودشون رسوندن که اگر که آمدنی نباشه بگذار که خاموش بیستد، یعنی خاموش باشه و صدا بلند نکنه. خود تصمیم چی است؟ تصمیم چی؟ آیا خاموش میسیدی؟ نه، اگر که حکومت فکر کنه که ما با فشار آوردن با بالای پدر مادر ما، با نزدیکای ما خاموش میستیم، این فکر از سر خود دور بسازن. چرا که ما یک راه مبارزه را اختیار کردیم و هیچ چیزی مانع راه ما نمیشود. اما تو وقتی که قدرت در وجودمون هست، بر ضد این رژیم رحمانوف مبارزه خواهیم بود. بهترین. وقتی ما منور را تماشا کردیم، مثلا در اوجا با خودت پیشنهاد میکنن که بیا وظیفه هسته یا بیا مثلا انا پول هسته یا با یک کلمه دیگر استفاده بردن، پولی چی گفته که در اوجا؟ پولی کروبنی؟ پولی کوتاره. پولی کوتاره. خب اکی همون لهجه خطون است نه؟ پولی کوتاره هم دست در اوجا و انا وظیفه وعده کردن. خب در اوجا با بخشش ها بود است. یعنی سوال این است که چرا برنگشتی؟ خب البته برای بخشیدن ما اگر یک کمی حرف بزنیم که آیا رحمانوف خودش کی هست که ما را ببخشه؟ طول 27 سال بالای مردم ظلم کرد، سختی آورد و زندان کرد، قتل کرد. باز ما در پیش او سری خم کنیم و باز بخشش از اون بپرسیم؟ خودی رحمانوف کی است که ما از او بخشش بپرسیم و ما را میبخشد؟ آخه من فکر میکنم که خود دامادش نباشی، مثلا در حقش یگان جنایت کرده باشی، با فکرم شاید برای اون میگه بیا بخشش بپرس. اصلا یک نفر که حق حقوق خودش دفاع کنه اون جنایتکار حساب می شود. با قانونی که اونها دارن، نمیدونم قانونی اونها شاید در بین خودشون باشه که ما ندونیم، شاید با این قانون ها کار و فعالیت کنن. اما ما یک نفر که خودش گناهکار حساب میکنه، اون نفر احساس گناهکاری میکنه و بخشش میپرسه. اما ما احساس گناهکاری نمیکنم، پس برای چی بخشش بپرسم؟ بهترین. رحمانوف باید از ما بخشش بپرسه. ما حق داریم آیا او را ببخشیم یا اینکه نبخشیم. درست. و در مسئله ای که پول وعده کردن، وظیفه ها وعده کردن، امروز ما ببینیم که شاهرخ سعیدوف که پول خیلی هم پول کوتره گفتیم و سخنهای خودشون که 15 یا 14-15 نفر برگرداندگی هستن از جیب خودشون. این پول از کجا می اومده باشه؟ این پولا را از کجا می آورده باشن؟ این مسئله پولشون. و مسئله دیگرش که ببینیم امروز مردم به نهایت از جهت اقتصاد رنج میبرند و دست کمک به سوی حکومت دراز میکنن، هیچ کمکی به اونها نمیشوه. پس ما چگونه اونها را باور بکنیم که به ما پول میتین، یا که برای چی یک نفر مبارز میخواهند پول بتین، جای کار بتین و بلیط بخرن، پاسپورت چه حتی در طول 1 ساعت باشه یا چی مشکلی که داره در کوتاه مدت حل کنن و وطن بر بگردونن. این به خاطری هست که یک مبارز خاموش کنن.
یک نفری که مبارز هست سر صدا بلند میکنه، حق خودش دفاع میکنه، میخواهند اونا خاموش کنن تا مردم بیدار نشود. فکر کنم تلاش اونها به همین خاطر است. برنامه بعدیتون چی است؟ چی برنامه داره؟ آیا مبارزه دوام میکند یا اینکه استاپ یا اینکه خب ترسوندن یا اینکه خلاصه چی تصمیم داره؟ زنده باشه برادر گرامی. راستی در مسئله که ما را چی ترس میتین یا چی فشارها میارن بالای سر ما یا که هر وعده هایی که میکنن، ما تصمیم ما گرفتگی هستیم. تصمیم ما همین است که تا به آخر ما بر ضد این رژیم مبارزه میبریم. یگون چیز صد هیرای ما شده نمیتونه. ما جوان ها به خاطر قیام کردیم که بالای مردم ظلم دیدیم، تمامی چیزهایی که بالای مردم آورد و این دیگه چیزهایی که وعده هایی که میکنن، فشارهایی که میارن، صد هیرای ما شده نمیتونه. و ما تا به آخر مبارزه خود دوام خواهیم. زنده باشی، زنده باشی. آخر سخن داشته باشیم بفرمایید. خب راستی در مسئله که ما به وطن برمیگردیم، در این مسئله بگم که ما خدا خواهد به وطن برگشتنی هستیم و نیت برگشتن داریم، اما نه ذلیلانه نه سریخم. ما برنامه‌مون این است که با سر بلند و با کامیابی و پیروزی به وطن برگردیم تا رژیم رحمانوف شکست بدیم. و با مردم عزیز گفتنی هستم که امروز مبارزه ما به خاطر همین شما است، به خاطر مردم است که ما از بحر جان، از بحر مالمان، از بحر پدر و مادر، از بحر همه گذشتگی هستیم تا مردم آزاد باشند. و با مردم گفتنی هستم، مردم عزیز، شما یک جا باشین، ما و شما یکدیگر فهمی بکنیم در بین خود و قیام بکنیم بر ضد این رژیم. ما مثل رحمانوف ده‌تاهاش شکست خواهیم داد. ایرا تمام مردم تاجیک، شرمندای تاجیکستان بر گوش خودش جا بکنه، بر سر خودش که ما اگر که قیام بکنیم، یک جا باشیم، یک دیگر فهمی بکنیم، مثل رژیم رحمانوف ده‌تاهاش خواهیم شکست. و خدا کنه که ما زودتر و زودتر رژیم رحمانوف شکست بدیم. باقی خدا نگهبان شما برادر. تشکر. سلامت باشید.